باعث توسعه شرق استان خواهد شد. من در همایش مشهدم عرض کردم استدای بنده از محضر حضرت علی همینه. دیروز هم که جلسه در نهاد بودیم برای بحث سفر ریاست محترم جمهور، من عرض کردم ما چیزی نمی‌کنیم. استدای بنده به عنوان خادم و خدمتگزار مردم اینه این پروژه شرق کشور، بحث راهن چابهار، زاهدان، نهبندان، سرویشه، بیرجن، قائم به یونسی 975 کیلومتر، در حوزه استفاضی ما 461 کیلومتر، 32% پیشرفت کرده. امنیت شرق کشور، اقتصاد شرق کشور، نشاط اجتماعی در شرق کشور وابسته به این راهن. من خواهشم اینه، میخواید اصلا ما نمیخوام مرد انسداد بکنیم که اصلا ضرورتی نداره. دکتر غالبا شما فرمانده ما در 8 سال دفاع مقدس بودی. انسداد مرد شرق کشور ایجاد راهنه. من خواهشم اینه بزرگترین پروژه‌ای که میشه اتفاق افتاد برای پروژه راهن